سلام دوستای اردیبهشت ماهیای عزیزم، تمرکز کنین، نیت کنین. امیدوارم در قالب همین کار تا به جوابی که میخواین برسین، به امید خدا. خب اردیبهشت ماهیای عزیزم، اگه در مورد مسئله عاطفی نیت کردین، من اون کیس مورد نظرتون رو بسیار خوب میبینم. شروع رابطه عاطفی خیلی خوب دارم میبینم، تولد فرزند و ازدواج هم میبینم، منتهای دردسر مالی کوچولو هم میبینم. حالا برای این وصلت یا برای استارت این رابطه عاطفی ممکنه شما از نظر مالی یه مقداری به دردسر بیفتین. کسی رو هم میبینم که چوب لای چرختون میذاره متاسفانه، یا اینکه یه دروغی میشنوید از کسی یا خیانتی از کسی میبینین. کلا من یه پنهانکاری ریز میبینم که مطلقاً از جانب کیس عاطفیتون نیست، از یه نفر سومه. ولی خب چرخ اقبال داره به سمت خوبی، خیر، خوشی میچرخه براتون. من تایید خانواده رو میبینم. خانواده محافظه کاری میکنن که ممکنه خوشایند شما نباشه، ولی این کار درست همینه. اصلا نگران این قضیه نباشین. یه مرد جوان رو میبینم که به عنوان کیس عاطفی وارد زندگیتون میشه. این آقا بسیار مغروره، شغل خوبی داره، غرورش اصلا غرور بدی نیست، غرور موجهیه. آدم بی‌پروایی به نظر میرسه، ولی همطور که گفتم ظاهر و ویترینش اینجوریه. اصلا شما به این فکر نکنین که شاید در نگاه اول خوشتون ازش نیاد یا به دلتون نشینه یا احساس کنین که قد و مغروره. نه، اینجوری نیست. ویترین و ظاهرش این شکلیه. من رهایی از رنج براتون میبینم در مورد هر چیزی که نیت کردید، حالا مالی، کاری، عاطفی، اجتماعی، شغلی، هر چی که هست، حتی بیماری، من رهایی دارم براتون میبینم با صرف یه مقدار هزینه، که البته این هزینه رو همطور که خودتون میبینین توی این کارت خداوند هزینه‌ش رو براتون فراهم میکنه، نگرانش نباشید. انرژی منفی میبینم، انرژی منفی و متاسفانه انرژی منفی. فال داره بهتون میگه اگه هر کاری میخوای بکنی بهتره سکرت باشی. این انرژی منفی میتونه اون روند پیشرفت هر کاری رو که دارین عقب بندازه. خودتون میدونین انرژی منفی چقدر متاسفانه میتونه عقبتون بندازه. انرژی منفی در قالب چشم زخم، دعا، جنبل و جادو، هر چیزی میتونه باشه. هر کسی یه اسمی روش میذاره. دوستان بعدم من میتونم تعبیرش کنم دوستایی که اصلا خیرخواه شما نیستن. پس بهتره هر قدمی که میخوای برداری، هر نیتی که کردی، هر هدفی که داری، عزیز من به هیچ کس نگی. وقتی به نتیجه رسید که میرسه، چون همطور که گفتم چرخ اقبال داره به سمت خوبی و خوشی و خیر میچرخه، هر اتفاقی بخواد بیفته بهتره که بعد از این که اون اتفاق افتاد جار بزنی، به همه اعلامش کنی. دلیلی نداره قبل از اون کسی متوجه کارهای شما بشه و سر از کارت در بیاره. بهترینا برات پیش بیاد عزیز.